سلام و درودی به پایان مخلصانه که این ویدیو را تماشا میکنید. ما از جمهوری تاجیکستان از ناحیه رودکی جماعت دهاتی تپه سمرقند برای شما نواره میفرستیم. اکنون این مژده که اجدادان ما میگویند برف مژده زمستان است و سرسبزی، این مژده در ماه اپریل آمده است. این نمیدونم برای خوشحال کردن مردم یا برای از ثمره های انمی نیهالا محروم کردن انسان ها باشد، این رو نمیدونم. واقعا در ماه ینور یا دکبر سال 2019 این گونه برف رو ما دیده نبودیم. اکنون در این 9 اپریل 2-3 روز قبل از این مردم با یک کرته به بیرون میبرآمدند. حالا باشد چون زمستان آنها لباس های غوص به بر کردند و بعضی ها در نهال های خود را از زیر برف رها میکنند و بعضی دیگر راه روایی نزد خانه خود را میروبند. اکنون بینید چقدر ضرر زیان برف رسانده است. یک چند درخت خب رو به زمین آورده گویا سجده میکنند. اینها برف به نهایت شدید باریده ایستاده است. در زمین زیاده از 15 سانتی متر برف است و حالا ادامه دارد.